اینا خونه سوم روی میکنم با یونیستریم آسان و قلای. ای بچک کجا میره بشی برمات؟ کاری تو چه من کجا میرم؟ من ایو بچه های فکر مکدگی تو نیستم. تو خودت اکا نداری؟ نه تو دودار نداری؟ نه ندارم. ای ما کانکریت نیم بشی برمات. همه اینمی شما دخترها همه گپا داره. من کانکریت نیم حاجی من در ماشین تو میشینم بعد میگوی بیا جورا بشیم جورا میشیم بعد من تو نغز میبینم تو مرا نغز میبینی بعد جدا میشیم با من زیخ شیده میگردم بزن بره برای خودت همین را بدون ای بچک کجای میری من قفات میرم. بزن بره. اومدی بچم؟ نه اولی راه دایم آمدم. مرد زال چه گذاشت؟ زال به حد زور گذاشت. خامسان اکا بچم باینی دوست دشمن ده حق همسویا ده سرکت خام روز زال روز خونه راه رو ده یک یگم دخترک بو گپ داد بو دفره بشنغات اکا اوزی دخترو ده بواری نیست بچم. این روز گپ داد یا دختر قفام اومدک بشی بریم ماشینش خطی بود. ما گفتم نه میگه کانکریت نیم. باور نکن این همین کانکریت نیم میگن رو شناسی میکنن این اوچات کانکریت نیم گفت اینا گرفته اومده این چند سال شد من غمم دام خونم. این روز با من سوم روی کردم با یونیستریم با کمیسیای کام. الان دیست کردی بچم یا بچه کی با شما؟ نمیدونم. خیلی بچه یوشی بیم خیلی السلام علیکم. علیکم سلام خدمت های فهمیدیم در خونتون بلبل بودای این گلی مورم با چشمی بد نبینی با نیت نیک اومده خواستگاری نیت نیکای ها؟ بچه تو نمیگم دخترم دیدای با مشق میکدای محقول کدای با نیت نیک اومده محقول کدای او این مشق میکنه اولی و با نشوه بدی توی نه مشق شبادی توی هم دوام دادن گیره نیم اکا گفته نمیشه ده با نشوه بدی توی ای با بچه مشق نکنه تنیلی جنگ نکنه اینا دور نبریم بچه همسویه را اینه بخیلی بردن یا مو پس آوردن موندنش خی زل شکی بکاله بگیری خی ما راضی ما بچه ما راضی ساز خیو نیکی با قده همین نفهمیدیم دومو چی مشق میکنه داماد بالت مشق میکنه اوستا کوچا بچه بیشی اولی بچه بیشی نکنم تو نه باشی خدا اکا مایلی همه او این قلینگ اوخی مسئله قلینگ دیدن در کن پرابلم نیست حوزی در یونیستریم میپرتایم میرای بانک نالیچکا کده میگیری بگذارم گذراندم توی ده تیار شه.